سلام دوستان عزیز، دارم برنج میذارم برای همسرم. برنجش رو تو کلوپز گذاشتم و اینم آماده است، آماده برای دم. خب درجهش هم تنظیم میکنم که ته دیگش کم رنگ باشه. دم کنش هم گذاشتم تا حدود نیم ساعت دیگه. یه دونه قیمه هم گذاشتم 2 تا بال گردن، ببینم این تو چه وضعیتیه. به چه بویی. 2 تا بال گردن و ادویجاتش هم ریختم چون میخوام برم سر کارم. آبش زیاد کردم که بپزه. برم بشینم سر کارم. دستامم حنا زدم، دستم این رنگیه. برای خودمم سیب قاچ کردم گذاشتم چون من تغذیه‌ام غذا نمیخورم، من میوه میخورم. تغذیه من خام گیاهخواریه و اینم برای خودم قاچ کردم بخورم. اینم میوه های برای ناهارمه، خیار و انار. ایشون هم همسرمی که داره چرخکاری میکنه. خودم هم چرخمون بغله که باید برم پشت چرخم بشینم.